آیت الله شوبیر خاقانی طباطبایی آیت الله محمد حسین طباطبایی که معروف به فیلسوف شرق، ایشون گفته که با حکومت روحانی ها در ایران یک شهید داریم، ما شهید در ایران نداریم. اصلا ایشون معتقد نبود که در سال 56 و 57 همه شهید شدن، نه، به این معتقد نبود. میگفت یک شهید داریم، اونم اسلامه. واقعا تعریف عالی. بله ببینید خیلی وقتی که قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شد، قبل از این حتی مردم ترک اومدن گفتن که اصل 110 قانون اساسی چیزی جز دیکتاتوری نیست، مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتوری دینی. ببینید از همینجا شما نگاه کنید که تفکر دینی شیعه ترک بسیار متفاوت از تفکر ایرانی فارسی هستش، خیلی متفاوته. و حالا شما میبینید که 44 ساله این فارسا در ایران همه جا نماز جمعه های رسمی، مراسم ها، اینا مرگ بر ضد ولایت فقیه میگن. در اصل چی میگن؟ مرگ بر ترک، مرگ بر شیعه ترک، تفسیری از شیعه ترک. حالا شما نگاه کنید به مراجع دینی. یک زمانی که تبریز و آذربایجان صادر کننده یا تولید کننده آیت الله بود، مثل آیت الله خمینی، آیت الله زنجانی، آیت الله شریعت مداری و خویی و اینها. حالا نگاه کنید شما یک دونه آیت الله پیدا نمی‌کنید در میان آیت الله های مطرح در ایران الان، برای اینکه تفسیر اینها متفاوته، نگاه اینها متفاوته. بله. از طرف هم وقتی ارمنستان به آذربایجان حمله کرد، کاری که ایران انجام داد با اینکه میگفت آقا آذربایجان شیعه است، برادر ماست، تاریخی ماست، از ما جدا شده، اینا همش دروغ بود، ولی میگفتن از ما جدا شده. نه آقا، ایران در تاریخ 1400 سال گذشته از اسلام تا امروز چیزی به نام ایران وجود خارجی نداشته. یا حکومت عرب ها بوده بر این جغرافیا یا حکومت ترک ها بوده، تا اینکه قاجاریه رو منقرض کردن در 1303 و پهلوی رو آوردن رو کار. اون هم نه این فارسا چون نه فکری داشتن نه اندیشه‌ای میتونن داشته باشن. اینها انگلیس بود که داشت با ترک ها و دنیای اسلامی جنگید، میخواست خلافت اسلامی رو که ممالک اسلامی رو یگانه نگه داشته بود، میخواست این رو از بین ببره، که اونو از بین برد و با ترک ها در آذربایجان به وابسته. ببین این تاریخ دروغ رو بذاریم کنار. ما در ایران حکومت نداشتیم مستقل باشه. در دوره از اواسط صفویه به بعد ما تقریبا میشه گفت که حکومت مستقلی در ایران نداریم. یا حکومت وابسته است به عثمانی، دو فاکتو دارن در کنار هم رفتار میکنن. هر عملی که در استانبول پایتخت اسلام و ترک انجام میگیره در ایران اون رو کپی میکنن، یا در ممالک محروسه قاجار. وقتی هم که بین ارمنستان میاد آذربایجان رو اشغال میکنه، ایران به جای حمایت سیب زمینی میده به نخجوان، نیاز غذاییشون رو سیب زمینیشون تامین میکنه، ولی سلاح رو میده به ارمنستان، اطلاعات نظامی رو میده ارمنستان، گاز رو، نفت رو میده به اونجا. نگاه کنید و 30 سال میره اونجا سرمایه گذاری میکنه، غارت میکنه. نه آقا، مسجدها رو وقتی ارمنی ها تبدیل کردن به خوکدونی، وقتی از 300 مسجدی که در ارمنستان بود و در خاک‌های اشغالی بود اینها رو تخریب کردن، تنها یک مسجد موند. ببینید از 300 مسجد فقط یک مسجد. ایران اعتراض نکرد، ولی وقتی که آذربایجان به قدری قدرت یافته در حمایت بخشی از کشورهای اسلامی به خصوص ترکیه پاکهاش رو تراش کرد بگیره، ایران جلوش وایستاد، سلاح فرستاد، نیروی نظامی فرستاد، نمیدونم و یعنی میخوام اینو بگم دغدغه ایران و ملاها پانفارسیسم، ترویج پانفارسیسم و پانیرانیسم است، استعمار پانفارسیسم هستش. گسترش این است. اصلا به دنیای اسلام و شیعه هیچ تعلقی ندارد. بفرمایید. بله، دستتون درد میکنه. البته ما جناب علی
نمونه های وسیعی آوردید و با مستند آیت الله های ترک آذربایجان، از آیت الله شریعتی تا آخرین و حتی در الاحواز و حتی دنیای عرب. شما نگاه کنید اون رجال دین که بر اساس فقه اسلامی، بر اساس قرآن فتوا یا بینش داشتند، ایران سعی کرده اونها را از بین ببره. در لبنان شیخ فضل الله و غیره و غیره و حتی طفیلی که یکی از مؤسسین حزب الله بود از بین برد. طاهر خاقانی، سید شبیر خاقانی در الاحواز ابتدای انقلاب 57، ایشون که بر مبنای اسلام و حتی گفته های شرع مذهب شیعی او را به تبعید و در نهایت کشتن و در قم و در تبعید. پس ما به این نتیجه می رسیم که در واقع نظام اشغالگر یا نظام دولت موسوم به ایران کل این شعارها را فقط جهت پیشبرد سیاست‌های خارجی توسعه‌گری و طبق ادعای اونها برگرداندن امپراتوری فارس به منطقه و سرکوب ملل هست. آقای هدایت، این همه ثروت در آذربایجان هست. ملت ترک آذربایجان طبق آمارهایی که ما از برادران و همرزمان ترک آذربایجان میشنویم اشغالی الان از 25 میلیون بیشتره و ثروت‌های کلانی داره. همچنین اهواز اشغالی بیش از 10-15 میلیون و طبق آمارهای رسمی بیش از 80%-85% از ثروتی که وارد صندوق دولت موسوم به ایران از ثروت‌های گاز، نفت و غیره برداشته میشه. آیا واقعاً این سیاست یا این برنامه اقتصادی الان که در سرزمین‌های اشغالی داره انجام میشه، واقعاً ایران میتونه به عنوان یک حکومت، یک دولت که روی این ملل حکومت میکنه و اجرای عدالت داره انجام میشه، یا نه این سیاستی که در الان پیش میبره سیاست یک دولت اشغالگر هست؟ چون الان ما در کانادا، در آمریکا، در خیلی از کشورها یک حکومت یا یک دولت برای همه ساکنین یکسان نگاه میکنه. امکانات را در تورنتو مثلا یکی نگاه میکنه، در پایتخت هم به یک شیوه. و حتی کشورهای عربی و اسلامی مثل عربستان سعودی میبینید که شیعه و سنه و حتی اگه کسی دیگه یا مصر یا ترکیه همه را به یک سان نگاه میکنه. آیا واقعا دولت موسوم به ایران یا نظام موسوم به ایران خودش رو به عنوان مسئول این ملل میدونه واقعا عدالت را درست داره اجرا میده یا نه بر مبنای تمییز و فاشیستی داره و یک سیاست اشغالگر هست؟ ابو نضال، ببینید ما الان داریم در مورد دو تا باید قبل از اینکه به سوالت مجاوب بدم باید در مورد دو تا کلمه، دو تا مفهوم باید روشن بشیم. یکی این که عرب‌های الاهواز و ترک‌های آذربایجان، قشقایی، ترکمن، بلوچ‌ها، لرها، گیلک‌ها، مازنی‌ها، کردها و بقیه، ما چرا متوجه نمیشیم یا نشدیم اغلبمون که در چه وضعیتی هستیم؟ خودمون رو ایرانی میدونیم بعضی هامون و فکر میکنیم که اینجا هیچ فرقی نیست. ببینید وقتی شما، حالا اول یه مثال توضیح بدم بعد میام اون دو تا کلمه رو توضیح بدم. ببینید وقتی شما حق ندارید در خاک خودتون، در وطن خودتون به زبان خودتون صحبت بکنید یعنی اشغال شد. وقتی زبان شما، صحبت کردن و نوشتن شما، داشتن رسانی شما به زبان مادری خودتون، ترکی باشه یا عربی باشه یا بلوچی باشه یا ترکمنی باشه یا هر چی باشه،
امنیت ملی اون رو، فارس رو به خطر میندازه، ایران رو به خطر، یعنی که شما اشغال شدید، شما اون هویت شما، اون زبان شما اون رو تهدید میکنه، پس اشغال شده. یعنی اون میترسه اشغال رو شما متوجه اشغال بشید. وقتی که شما نمیتونید بانک خودتون رو، آقا مثلا تو اینجا تو کانادا 12 تا ایالت، 12 تا استان، یکی از اینها یک خیلی کوچیکه، حدود 300,000 نفر جمعیت داره. جمعیتش هم خاکش هم اگه جمع بکنید مثلا به اندازه یه استان خیلی کوچولو هست، خیلی کوچولو، مثلا بگیم البرز. یعنی استان البرز عبارت است از شهرستان کرج و اطراف اون، یک تعداد، این به این اندازه، ولی دارای بانک هستش. آیا الاهواز با اون همه ثروت نفت و گاز و غیره، کنار دریا، دسترسی به آب، آیا بانک داره؟ چرا اجازه نمیدن شما بانک، یا بلوچ‌ها یا ترکمن‌ها بقیه آیا بانک دارن؟ نه. چرا اجازه نمیده؟ برای اینکه آیا مالیات شما، حتی حساب، آقا شما الان میرید حقوق میگیرید یا پول دارید خونه رو فروختید میذارید تو بانک، آیا مال عرب هاست منافعش به عرب ها میرسه یا مال فارس هاست به فارس ها میرسه؟ استعمار. حالا اینجا متوجه شدید که تحت اشغال هستید، برای اینکه شما هر چیزی که متعلق به خودتون باشه ممنوعه، قدغن غیر قانونیه، نباید وجود داشته باشید. اصلا وقتی میگه که تو عرب زبان هستی، میگه که یعنی من تو را به عنوان یک انسان عرب قبول ندارم، تو اگه میخوای مورد قبول من باشی باید فارس باشی. در نتیجه در گذشته تو فارس بودی، الان عرب زبان شدی، باید برگردی فارس بشی. ببین به شما حالا بقیه‌اش چی میشه؟ وقتی شما در اشغال هستید حتی زبانتون رو تغییر بدید و حتی بگید آقا من فارسم، توسعه نمی‌یابید. اجازه، برای اینکه منافع اون در اشغال شماست، اون اجازه نمیده شما به سطحی از امکانات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، آموزشی، رفاهی، فرهنگی برسید که خودش داره، در اصفهان و یزد و کرمان و سمنان و تاجران و شیراز داره، اونو اجازه نمیده شما به اونجا برسید، اصلا اجازه نمیده، برای اینکه منافعش از بین میره. حالا ببینید اینجا چه اتفاقی افتاده. چرا بسیاری از ماها، عرب باشه ترک باشه فرقی نمیکنه، هنوز متوجه نیستیم قضیه رو. هنوز ایران میدونیم، متعصبیم به ایران، مرزهای ایران نمیدونم فلان، اینا چیه؟ ببینید وقتی سرزمین اشغال میشه تنها خاک اشغال نمیشه. اگه خاک اشغال بشه بعد از 1-2 سال، 10 سال، 20 سال مردم میرن آزادش میکنن. دوباره چی کار میکنن؟ میان ذهن من و شما رو اشغال میکنن، عقل من و شما رو دستکاری میکنن، استعمار ذهنی رخ میده. ما جوری فکر میکنیم که اون میخواد، اون برنامه ریزی میکنه که ما چه عملی بکنیم و چه عکس‌العملی بکنیم. اون اگر یک تبلی به کوبه مثل سرباز میشیم که ما قدمون رو برمیداریم میزنیم راه میریم، برای اینکه ذهن ما رو دستکاری کرده. ما بر اساس خواستهای اون فکر میکنیم، بر اساس منافع اون فکر میکنیم، بر اساس حالا اینجا چی میشه؟ مستعمرگی اتفاق میفته، مستعمره ذهنی، و ما خودمون میریم در الاهواز و در آذربایجان معادن رو، نفت رو، ببینید دریاچه ارومیه رو از تهران نیومدن خشکش بکنن، تورهای شما رو در الاهواز از تهران نرفتن خشکش بکنن. ما رو فقیر نگه داشتن از نظر اقتصادی و ما نیازمندیم که درآمد داشته باشیم. ذهنمون رو هم اشغال کردن. 5 نسل آقای ابونظار، 5 نسل ذهن ما از حدود 10 سال قبل از مشروطه، یعنی 1275 شروع کردن به شستشوی مغزی ما و ما رو تغییر دادن. ایران و ایرانگرایی و زبان فارسی و نمیدونم شیعه‌گری و اینها اومد بالا و یه جایی رسید که ما دیگه فکرمون فکر عربی نیست،
وطنمون وطن عربی نیست، وطنمون فکرمون فکر ترکی نیست، وطنمون وطن ترکی نیست، وطنمون وطن فارسه. فارس چی میگه در مورد وطن اونو میدونیم، در مورد دنیا هم چی میگه ما اونو میدونیم، در مورد دین هم هر چی میگه ما اونو میفهمیم، اونو میدونیم، درست میدونیم. ما تا زمانی که آقای ابونظار ما از هر کلمه‌ای که به کار میبریم در همین ویدیو نیاییم تعریف‌های خودمون رو بذاریم، ما مستعمره ذهنی اونها خواهیم. واقعا وطن نمیشه، آزاد نمیشه، به استقلال نمیرسه، به تساوی در منطقه نمیرسه الا اینکه ذهن ما اول آزاد بشه. ذهن ما باید برگرده یک ذهن ترک بشه، ذهن شما هم باید ذهن عرب بشه تا بتونیم بگیم آها حالا چرا اقتصاده، چرا ذوب‌آهن‌ها 10 تا ذوب‌آهن یا 20 تا ذوب‌آهن کارخانه ذوب‌آهن رو در اصفهانی ایجاد کردن که آب نداره و این آب رو باید از یه جای دیگه که مال عرب‌ها و گچ‌گایه‌ها و لرها و بختیاری ها هست باید این آب رو کج بکنه ببره اونجا، یا باید آب رو از دریای عمان یا خلیج عربی بکشه با لوله ببره اونجا. من در گناسبیگی حدود 7 سال پیش محاسبه کردم، گفتم آقا برای هر متر مکعب آب، انتقال آب از عمان به اصفهان $2 آقای حدود میشه الان 110,000 تومان. $2 هزینه فقط انتقالشه، انتقال نیرو، آب و تصفیه این، نگهداری این، مهندس ها و تأسیساتی که اینجا داره. هر متر آب چند دلار آب میخوره. آقا آهن رو میخوای چند بفروشی که داری این کیلویی میخوای $1 بفروشی، $2 بفروشی؟ نه آقا به صرفه نیست. هر متر مکعب، ببخشید هر کیلو آهن حدود 360 متر مکعب آب میبره و اون وقت به ما در الاهواز و در آذربایجان میگن آقا شما هندونه نکارید، سیب نکارید، نمیدونم انگور نکارید، فلان نکارید. اصفهان دارن اونها کشاورزیه. ببینید پرمصرف ترین آب محصول زراعی برنجه و اینها به ما میگن که آقا در اصفهان خودشون الان برنج میکارن ولی